سلام همراهان عزیز، امیدواریم همگی خوب و سلامت و سری حال هستید. ما تصمیم گرفتیم که راجع به زندگی نامه و آثار 100 چهره تاریخ سازی بشر برنامه نموده پیش که شما عزیزان گردانیم و یادآور می شویم که شریک این برنامه سید سوپرمارکت های یاور می باشند و ما نخست برنامه خود را اختصاص دادیم به زندگی نامه و آثار پیفاگور که سالهای زندگیش تخمینا سالهای 580 تا میلاد راست می آید. خب آدمی را دریافتن دشوار است عزیزان که در نهاد او نام پیفاگور و تئرم پیفاگور با هم مانند نباشند. حتی آنهایی که در زندگی از متماتیک خیلی در کنار مانده اند یادداشت‌هایشان را نسبت شلوارهای پیفاگوری کوادرات گیپوتئوز بر سوم کوادرات‌های کتت‌ها برابر است تا در محفوظ می‌دارند. ولی تئرم گیومتری تنها یک حصه ناچیزی دستاوردهای علمی و ریاضیدان فیلسوف یونانی قدیم، خادم برجسته دین و سیاست، اساسگذاری پیفاگوریسم می باشد. در مکتب پیفاگور بار نخست گیومتری به صفت فنی مستقل شناخته شد. محض پیفاگور و شاگردان او به پژوهش گیومتری همچون علمی نظریوی در خصوص شکل‌های گیومتری ابسترکت روی آوردند، تحقیق کردند و کار کردند. دستاورد مهمترین علمی پیفاگور به متماتیک متصل وارد ساختن اثبات است. قید کردن جایز است که تنها پس از همین عمل متماتیک به علم تبدیل یافت که سهم پیفاگور خیلی در این بزرگ است. با تولد شدن متماتیک علم به دنیا آمد، زیرا یگان تحقیقات انسان تا از اثبات متماتیکی نگذرد علم دقیقی به حساب نمی رود، گفته بود لئوناردو داوینچی. به عقیده پیفاگور سماس فیثاغورس اساسهای متماتیک عددها در عین زمان اساسهای دنیا و مناسبت‌های عددی این انعکاس متناسب خود گیتی می باشد. از این رو جهان کیهان نام گرفت، زیرا در آن قاعده و متناسبی حکمرانند. بار نخست فرضیه پفک مانند بودن زمین در مکتب پیفاگور به میان آمد. پیفاگور نظریه موسیقی و علم صدا اکوستیک را رشد بخشید. در عصر 6 تا میلاد مرکز علمی و موسیقی یونان گله‌جزیره های ایانی بحر اگه آسیای صغیر به حساب می رفتند. در همین جا در عائله اوستایی هنرمند، نقاش و کندکاری ممتاز منسرخ پسری تولد شد. از روی روایت ها اپولون به منسرخ و زوجه او پرفنیس خبر رسانیده است که آنها صاحبی پسر می شوند و تفسیر می دهد که به سوریه شنا نمایند. پرفنیس در سودان چشم روشن نمود. موافق عنعنه قدیم به شرف اپولون پیفی مادر پیفیاده و طفل پیفاگور نام گرفتند. پدر به تعلیم و تربیت فرزند سخت کمربست. متماتیک و فیلسوف آینده از خردی به علم آموزی به حد حریص بود. از آموزگار نخستینش گرمادمس اساسهای موسیقی و رسامی را آموخت. معلم برای صیقل یافتن خاطره شاگردانش را مجبور میکرد که پاره‌های داستان‌های ایلیاد و ادیسه را از خود نمایند. گرمادمس در قلب پیفاگور نورس مهر به طبیعت و سر و اسرار آن را جایگزین ساخت. پس از چند سال او با مصلحت استادش بهر ادامه تحصیل رو به مصر آورد. اما تا مصر راه خیلی دشوار و طولانی بود. بعد ترک جزیره ساموس در جزیره لسبوس در خانه زایل نام خویشش حیات به سر میبرد. در اینجا شناسای پیفاگور با
فرکید فیلسوف دوستی فالسی میلیتی با وقوع می پیوندند. پیفاگور از فرکید علم استرولوژیا، پیشگویی گرفتن ماه و آفتاب، اسرار عددها، تیپ و غیره ها را می آموزد. سپس مغوزه های فالس و شاگرد جوان و بالیاقتی او اناکسیماندر جغرافیدان و استرونوم ممتاز را در میلت می شنود. از این مکتب سبقی بزرگی می گیرد و به توسعه فالس بهر پژوهش من بعده برای مصر می براید. در فینیکیا از کاهنان نیز تعلیم می گیرد. در مصر به شرافت حمایی امازیس او با کاهنان ممفیسی آشنا شد. با یاری آنها به معبدهای مصری که برای غیر دستنارس بودند راه یافت. برای اسرار معبدها را آموختن به طریقت کاهنان می گرود. پژوهش پیوسته او را به عالم زبردست زمان مبدل می سازد. در مصر پیفاگور به فارسا اسیر می افتد. راویان اخبار اطلاع دادند که هنگام اسیری در واویلون پیفاگور با مغان فارس واخورده سر ستاره شناسی و تصوف دریافت. با تعلیمات دانشمندان خلده‌ای آشنا گشت. علم نجوم، ستاره شناسی، تیپ و اریتمتیک خلقای شرق را از عالمان خلده‌ای آموخت. 12 سال اسیر بود پیفاگور تا دمی که شاه فارس دارای گوشتاسپ آوازه شهرتش نشنید و آزادش نکرد. پیفاگور عازم وطن شد، میخواست دانش اندوخته‌اش را به خلقش بخشد. اما یونان اکنون دیگر بود. دانشمندان به استثمار فارسا تاب نآورده رو به غریبی می آوردند. بسیاری ها جنوب ایتالیا را مأوا گرفتند و یونانی بزرگش خواندند. سیراکوز، اگریگنت، کراتون نام شهرها ساختند. در 40 سالگی میگوید اریستوکسن پیفاگور از جبر و ظلم پلیکرات جگر کباب شد و رو به ایتالیا آورد. سال از ساموس رفتن او را اپولدار سال یکمی المپیاد 62 سالهای 532-531 تا میلاد تیمه باشد سال 529 تا میلاد حساب کردند. در شهر کروتون پیفاگور مکتب فیلسوفی خود را سازمان دادن خواست. در بین مردمان آبرو، شأن و اعتبار او برق آسا بالا رفت. به شنیدن عقیده های او نه تنها مردان بلکه بانوان نیز گرد می آمدند. هرچند برای آنها شرکت ورزیدن در جمع آمدها از روی قانونمند بود. دیری نگذشت یکی از چنین قانون شکنها دختری براند تیانا زوجه پیفاگور می شود. تیمه اطلاع داده است که دختر پیفاگور در خور دخترانه و بعدی به شوهر برآمدن در خور زنانه آوازخوان اولین بود. به خیلی پورفیری نامی او میه بوده است. از پسران پیفاگور باشد تلاو و اریمنست معروفند. راویان من بعده با نامهای گوناگون باز پسر و دختران دیگری فیلسوف را ذکر کردند. وقتی که پیفاگور در کروتون پیدا گشت، در این و دیگر شهرهای یونانی بزرگ نابرابری اهل جامعه به اوج رسیده بود. دارای و نادار در همسایگی میزیست. پیفاگور با برنامه مشخص اخلاقی برآمد کرد. خلق او را ناظر اخلاق برگزید. فیلسوف جهت‌های بهترین دین‌های گوناگون را چیده، تعلیمات خودش را به یک شکل معین درآورد که در آن طبیعت، انسان و کیهان با هم در علاقمندی متصل بوده، همه آدمان در روبروی ابدیت و طبیعت برابرند. پیفاگور که اصولهای کاربری کاهنان مصری را آموخته بود، روحی شنوندگانش را تازه می کرد، از دلش بدی را دور می ساخت
و عقلشان را با حقیقت کل می پیوست. در سطرهای زرینش پیفاگور قاعده های را وصف و ترنم میکرد که آنها روی رهگمزده ها را به سوی حقیقت، کمالات انتقال میدادند. نمونه از آن گفته های پیفاگور که کار را که نمیدانی هیچگاه از پی اجرایش نشو، ولی همین آن چیزی را که آموختنش امکان پذیر است بیاموز، آنگاه حیاتی آسود و حالانه تو را انتظار است. به تقدیر تن ده و همان طور بیزه، از قسمت شکایت مبر. به زندگی خاکسارانه عادت نما. و به این مانند بعدتر پیفاگور در دیر و میدانها وعظ گفتن را ترک کرده تعلیمات شاگردان را در خانه براه میماند. اصول تعلیمیش بسا مرکب بود. شاگردان را از 3 تا 5 سال می سنجید. در این مدت شاگرد حق سخن خواندن نداشت. سوال نمیداد، تنها استاد را میشنید. یعنی صفتهای پرطاقتی و فروتنی شاگردان از سنجش میگذشتند. پیفاگور از طب، نزاکت‌های فعالیت سیاسی، کیهانشناسی، ریاضیات، موسیقی، اتیک و غیره ها به شاگردان سبق میداد. در مکتب او بسیار اربابان سیاسی و دولتی، تاریخدانها، متمتیکا و ستاره‌شناسان سبز زدند. در ساحه گیومتری نیز سهم پیفاگور خیلی بزرگ است. تئرمی ثابت ساخته‌اش نام او را در تاریخ ثبت نموده است. پیفاگور اساسگذار تعلیمات دینی و فلسفی پیفاگوریزم فیثاغورسی می باشد. پیفاگوریزم به تشکل و ترکیبی اریتمتیکی و گیومتری عنصرها اهمیت داده آنها را به استرونومیا علاقمند می دانست. همه ای چیزها اصل عدد می گفت. یعنی اساسی پیفاگوریزم تعلیمات است درباره عددها. تعلیمات به عددها مضمون حیاتی می دهد. 10 حاصل جمع 4 عددی اول است. 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 برابر 10 که در آن یک افادهگری عددی یگانه، 2 حرکت به سوی نامعلومی، 3 نقطه به انتهایی، 4 تجسم جسمانی شکل‌های مذکور می باشند. باز آنها می گفتند که نقطه با عدد 1، خط با 2 رقم، همواری با 3 و حجم با 4 عدد چین کرده می شوند. غیر از این به فلسفه مفهوم‌های به هم ضد تضاد را نیز پیفاگوری ها وارد ساختند. آنها جدول 10 جفته‌ای به هم ضدها را ترتیب دادند. انتها و به انتهایی، حدود و به حدودی، طاق و جفت، یک و بسیار، راست و چپ، مرد و زن، آرام و جنبنده، راست و کج، نور و ظلمات، نیکی و بدی، مربع و چارکنجه. یعنی پیفاگور و پیروانش میخواستند حیات واقعی را در مناسبت با عددها علاقمند سازند. به پیفاگور تعلیمات در خصوصی متامپسیخوز، یعنی از یک جسم به جسم دیگر انتقال یافتن روح را نیز نسبت بدهند. گویا او تأکید کرده باشد که وی نخست افلید پسری هرمس بود. بعد روحش در رستنی ها جای گرفت، سپس به جسم افورب، یکی از قهرمانان محاربه تروی گذشت، از وی باز به تن 2 نفری دیگر. پس از وفات پیفاگور تعلیمات او در بسیار شهرهای یونانی بزرگ رشد یافت و تا امروز معلومات، دانش و از نظرها و اندیشه های پیفاگور جهانیان استفاده میبرند. خب عزیزان دل، این پایان برنامه نخستین ما بود که در مورد پیفاگور که یکی از 100 چهره تاریخ سازی بشر می باشد برایتان معلومات دادیم. بار دیگر تکرار میکنیم که شریک ما در پیشنهاد این برنامه 3 سوپرمارکت های یاور می باشند. با مرکز خیرات بمانید تا درباره بهترین افراد بشر معلومات بگیرید. با ما بمانید تا بدرخشید.